زهره حمیدی با نام شناسنامه‌ای زهره ربیعی مطمئن، متولد 8 اردیبهشت 1336 در شهر عراق است. آغاز بازی وی در سینما از سال 1371 با فیلم دلاوران کوچه دلگشا به کارگردانی حسن هدایت بوده است. تعداد اندکی از کارهای سینمایی و تلویزیونی این بانوی برجسته را در عکس‌ها مشاهده می‌فرمایید. متاسفانه زهره حمیدی بازیگر پیشکسوت سینما در تاریخ 4 شهریور در ساعت 4:40 صبح بر اثر بیماری سرطان لوزالمعده در سن 67 سالگی درگذشت و این در حالی است که چندی قبل خبر درمان موفقیت آمیزشان را نیز منتشر کرده بودند. روحشان شاد، یادشان گرامی.